سه رازی که مولانا راجع به زندگی گفته که 99% مردم نمیدونن چقدر کاربردیه. 1. از خیال زشت خود منگر به من، بر محبان از چه داری سوء ظن؟ ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی را استخوان و ریشه ای. هر جور به دنیا نگاه کنی همونطور به تو نمایش داده میشه. 2. گر گریزی بر امید راحتی، زان طرف هم پیشت آید آفتی. هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. هیچ لذتی توی این دنیا بدون رنج نیست و رنجی که آگاهانه باشه لذت هم به همراهش داره. 3. انبیا گفتن نومیدی بد است، فضل و رحمتهای باری بی حد است. خیلی حواستون به افکارتون باشه. بدبینی ناامیدی میاره و ناامیدی هم باعث تنبلی میشه. اگه دوست داری در کوتاه‌ترین زمان ممکن مفیدترین مطالب رو یاد بگیری، پیج من رو حتما داشته باش.